سلام بچه، اسمم محمد امینه و میخوام تو حدود 1 تا 1.5 سال دوچرخه‌مو اسپورت کنم و تمام آموزششو داخل کانال یوتیوبم بذارم. اول اینکه من وسایلی که میخوام برای اسپورت کردن دوچرخه بخرم و داخل کانال یوتیوبم گذاشتم و دوچرخه من زیاد وضع خوبی نداره و باید وسایل برای خود دوچرخه هم بخریم که سالم بشه و این دوچرخه منه که میبینید شانزمانش شکسته و نداره، زنجیرش باید عوض شه، رنگ خورده و زینش هم زیاد وضع خوبی نداره و کمکاش هم متاسفانه رنگ خورده. من اول این پرهای دوچرخه‌مو زرد کردم که متاسفانه زیاد خوب نشد و به لاستیک اینا آسیب زدم و مجبور شدم روش مشکی کنم. ما اولین کاری که باید بکنیم این که قشنگ لاستیک اینا رو تمیز کنیم تا خوب قشنگ تمیز بشه. باید زنجیر رو عوض کنیم، شانزمان بخریم، رکابا رو عوض کنیم، دوچرخه تمیز بشه تا بتونیم دوچرخه رو اسپورت کنیم. این اولین ویدیو منه و ما میخوایم تو چند سال یا چند ماه اینو اسپورت کنیم و من هر وسیله‌ای که سفارش بدم بیاد واسهتون آنباکس میکنم میبینیم و سیمکشی ها هم بهتون یاد میدم. من حدوداً هر 2 روز یه ویدیو واسهتون میذارم آموزشی که چجوری دوچرخه رو تمیز کنید، رنگ رو از بین ببریم و قشنگ بهتون توضیح میدم. خب فعلا خداحافظ تا ویدیو بعدی.